ببینید اولین و جذابترین ویژگی و مشخصه‌ای که این بیزنس ما داره اینه که نسبت سرمایه گذاری که لازمه برای راه اندازی این بیزنس به درآمدی که مثلا حدودا بعد 2 سال میتونه به شما بده اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی مثلا با حدود 15-16 هزار دلار حد اکثر سرمایه گذاریشون، کمتر هم هست دیگه، خیلی بعضی از عزیزان حالا بنا به دلایلی و شرایطشون با حدود 3-4 هزار دلار مثلا شروع میکنن. بله این 15-16 سقفشه دیگه، ماکسیمومش. ماکسیموم روی 15-16 هزار دلار حد اکثر. حالا ما اصلا حد اکثرشو در نظر بگیریم، مثلا بعد از حدود 2 سال عزیزان میتونن به درآمد 5 رقمی ماهیانه برسن، یعنی بالای 10,000 دلار. این واقعی چیزی هست که ما مرتب ما هفتگی چون شرکت که میکنیم توی مستر مایندو ویدیو این جلسات آنلاینی که داریم مرتب اینا دارن اعلام میشن، هر ماه، هر هفته دارن اعلام میشن و ما واقعا اینا رو همه رو داریم میبینیم خودمون. از طرف دیگه یعنی واقعا این نسبت ببینید اصلا این نسبت قابل مقایسه. اگر بخواید یه بیزنس دیگه مثلا حتی آفلاین هم بگم صدها هزار دلار باید سرمایه گذاری بشه تا بخوایم که این درآمد ماهیانه برسونیم خودمون. اونم تازه حالا تخصص میخواد، آموزش میخواد، یادگیری میخواد، تجربه میخواد، خیلی چیزای دیگه میخواد که حالا جداست اصلا از این قضیه. مورد دیگه ای هستش که ببینید شما هیچ بیزنسی رو پیدا نمی‌کنید هم به شما آموزش بده، هم یه پلتفرم داشته باشه که شما بتونید روش اون بیزنستون رو بنا کنید، اون بیزنس یعنی همه چیز آماده، هم محصول داشته باشه. این تمام درآمد همه که محصول. ببینید همه چی اصلا امکان نداره. مثال دارم میگم، حالا مثلا من خودم رو بخوام مثال بزنم توی آمازون، خب من رفتم حتما قبلا هم گفتم، من قبلا رفتم مثلا جای دیگه توسط حالا یه تیم دیگه من اون آموزش‌ها رو، اون پکیج آموزشی رو خریدم و یاد گرفتم. توی آمازون رفتم حالا رجیستر کردم که بتونم از پلتفرمش استفاده کنم، بیزنسمو اونجا بنا کنم، بیزنس آنلاینم. محصولی که می‌خواستم اصلا رفتم از جای دیگه، من توی سایت علی بابا هست، عکس چینم هستش، از اونجا من کلی حالا سرچ کردم و بگذاریم حالا خیلی رنگ و فنگ داشت، از اونجا محصولم انتخاب کردم، تونستم این چیزو پیدا بکنم بیارم حالا تو اینجا. یعنی این هیچ ارتباطی این سه تا با هم دیگه ندارن. من اگه چقدر آزمون و خطا داره، چون آدم این چه شمی داشته باشه که بازار کیو میخواد، این خیلی مشکله انتخاب. دقیقاً یکی از مهمترین مشکلاتی که حالا مثلا افرادی که تو آمازون میرن دارن، یک اصلی ترین مشکل بالای 50% تاثیر داره توی موفقیت و عدم موفقیتشون، همین پیدا کردن یه محصول مناسبه. ما اینجا محصول آماده رو داریم، یه محصول های تیکت داریم با حاشیه سود بسیار بالا که اصلا یه چیز خارق العاده است و یه چیز بسیار. الان ببینم هر چقدر من تو یکی از لایوها من داشتم میگفتم هر چقدر ما داریم جلو میریم، محصولاتی که الان کمپانی ما داره تولید میکنه بیشتر مورد نیاز میشه واسه تمام افراد، واسه تمام خانواده ها. یعنی یه سری چیزا از تاریخ مصرفش میگذره دیگه استفاده نخواهد شد، ولی ما تازه شروع کارشه. بله چون به سلامت مردم در ارتباطه و در واقع مردم زندگیشون داره بر اساس این پایه‌ریزی میشه که بیشتر به سلامت خودشون اهمیت بدن. دقیقاً. حالا اینها رو، این سه تا موردی که گفتم رو ما توی پکیج همه رو یه جا داریم. اینا به هم دیگه کانکتن. برعکس اون چیزی که من گفتم حالا تو تجربه خودم بودش، هیچ کانکشنی نداشتم. من اگه با مشکلی می‌خوردم بعد می‌رفتم حالا اون تیم، یه تیم پشتیبانی من اونجا رجیستر کرده بودم که سالیانه هم یه آبونمانی بهشون میدادم که اگه مشکلی چیز داشتم ازشون بپرسم. این ور خب اصلا چیز خودشو داشت، آمازون اصلا سختگیری‌های خودشو داشت. فقط تو اون پلتفرم بعد من تبلیغات می‌کردم، یعنی اجازه نمیداد. از اون طرف حالا جنسم به مشکل می‌خورد، محصولم به مشکل می‌خورد، میرسید نمیرسید، ایراددار بود، بعد نظارت بشه، بعد شما یه بازرس بفرستین که اون مراحل تولید محصول رو چک کنه. خیلی اصلا میگن در سر اینا خیلی انرژی میگیره، اینا خیلی اصلا هم توان میگیره، هم انرژی میگیره، هم خیلی سرمایه زیادی رو از شما به خودش جذب میکنه، اصلا راندمان شما رو میاره بالا. ولی بازدهی چطوره نسبت به این زمانی که میذارید و هزینه‌ای که میذارید؟ خیلی بالاست. ببین ریسکش خیلی بالاست. آمازون من دارم میگم ریسکش خیلی بالاست، چون میگم اصلی ترین چیزی که توی آمازون اکثر سلرها مشکل دارن سرش پیدا کردن این محصول. هم محصول شما بخواید پیدا کنید صدها رقیب قبل از شما اون رو پیدا کردن دارن میفروشن. اگر چیزی هم شما خیلی جدید پیدا بکنید بازم چند تا رقیب هست ولی کمه، ولی تا شما بخواید اون استارت رو بزنید شروع، اگر پیدا بکنید تازه استارت رو بزنید شروع کنید، اونا با حجم سرمایه‌ای که دارن به سرعت میتونن اون با تبلیغاتی که دارن به سرعت بازار رو بگیرن در اختیار خودشون. یعنی شما باز همون پایین هستید. یعنی هیچ وقت نمیذارن کسایی که در واقع با سرمایه کم بیاد رشد کنن به اون صورت. خیلی شانس رشد و موفقیت اونجا خیلی خیلی پایینه.
واسه کسایی که تازه کارا دارن میگم. قدیمیه که خب اونجا خیلی حرفه‌ای هستن، هم حجم سرمایه زیادی دارن، هم تبلیغات خیلی سنگینی دارن میکنن تو خود آمازون. خب همیشه پیج محصولاتشون همیشه بالاست، همیشه ما میریم سرچ میکنیم اونا رو میبینیم. خیلی دیگه هستن حالا دارن یه زوری میزنن، یه تلاشی میکنن، ولی خب اکثریت خب یا اون خیلی پایین قرار میگیره اون صفحات محصولشون، اصلا قابل توجه نیست که اصلا دیده بشه. بعد مورد دیگه ای که هستش، ببینید شما هیچ بیزنس که چه عرض کنم، مثلا شما هیچ کار دیگه ای رو پیدا نمی‌کنید، حتی کار کارمندی که بعد از 7 سال حدوداً دارم میگم، حالا یه سال بالا پایینش، به شما مستمری ماهیانه مادام العمر مینیممش از $5000 شروع میشه به شما بده. اصلا به همچین چیزی اصلا وجود نداره. یعنی هر کس که عزیزان خیلی که دارن مشغول به کار هستن، هر جا تو هر شرکت و اداره و کمپانی هر چیزی که هستش، پلنای بازنشستگی معمولا به این شکل دیگه، یه پلنی رو واسه شما باز میکنن، بعد شما خورده از اون حقوق ماهیانتون توش میریزید، یه اندوخه میشه، اون سرمایه گذاری میشه، یه سودی ممکنه بده. بعد از 10 سال شما از اون حالا سود اندوخه‌ای که دارین برداشت میکنید، بعد از 10 سال از درآمد و حقوق خودتون که توش ریختید. ولی اینجا مثلا این مستمری مادام العمری که ما داریم میگیم بعد از 7 سال حدودا، من دارم میگم بعد از 7 سال اصلا ربطی به اندوخته شما اصلا نداره. درآمد شما یه چیز جداست، شما درآمد خودتون رو دارین، به هیچ عنوان جایی چیزی رو اندوخته نمی‌کنید، درآمد همش مال خودتونه. برعکس چیزی که حالا میگم توی این صندوق‌های بازنشستگی اینجوری چیزا هستش، شما کامل درآمد خودتون رو دارین. وقتی که به اون مرحله رسیدین، حالا چرا این مستمری وجود داره؟ به خاطر اون جایگاهی که شما با تلاشی که کردید در این مدت، کمپانی این امتیاز رو به شما میده که بتونید این درآمد ماهیانه رو داشته باشید، مستمری مادام العمر ماهیانه تا آخر عمر. و تازه یه طرف دیگه همین مستمری شما میتونید منتقل کنید به عزیزان خانواده‌تون. قابلیت ارث داره. قابلیت بزرگی اصلا، یه چیز خیلی جا مثلا دور از جون طرف مثلا فوت میکنه، اصلا مستمریش هم حالا اگه تو حالا پلن و قراردادی که داشتن حالا قید نشده باشه کسی دیگه قطع میشه. یعنی اینا اصلا یه چیز خارق العاده ایه که قابلیت انتقال به عزیزان و افراد خانواده اون شخص وجود داره. اینا بسیار بسیار ارزشمنده. حالا میگم یکی دیگه از چیزایی که هستش، ببینید شما هیچ بیزنس، حالا من که حالا آمازون بودن که اونجا رقابت وحشتناک بود، حتی تو محیط کاری مثلا کارمندی و اینا، شما هیچ محیطی رو پیدا نمی‌کنید که کسایی که دارین باشون کار می‌کنید نه تنها رقیبتون نباشن، به شما کمک کنن، ازتون حمایت کنن و کمک حالتون باشن در مشکلاتی که مثلا واسهتون پیش میاد، که واسه همه پیش میاد. اصلا کسی که یه کارمند ساده میخواد اجازه بده شروع به کار بکنه، خیلی کار ساده است. خب اولش اصلا روز اول اصلا نمیدونه باید چیکار بکنه. دیگران معمولا خوب انقدر مهربون نیستن که این چیزا حالا بهشون ممکنه یاد بدم، ولی اون جو من دارم، اون جو مهربانانه و محبت آمیزی که ما در حمایت، پشتیبانی، اینکه پشتت گرمه، هر لحظه گیر بکنی یکی حد که نمی‌کنی. آره دقیقاً برعکس چیزی که من تو آمازون داشتم. من میگم خب مثلا یه دونه اومده بودم با یه آبانمان سالیانه پشتیبانی گرفته بودم که به فرض مثال کمکم بکنه، حالا کاری ندارم اون چقدر اونم داستانه خودشو داشت، ولی احساس تنهایی می‌کردم. میدونی، و این همه فشارهایی که گفتم مال وجود داشت روی آدم، حالا حساب بکن اینجا اینجوری بکنه، ندونی چی کار باید بکنی، یک تنه باید تمام این فشارها رو تحمل کنی. این خیلی وحشتناکه. اینجا شما منتور خودتون رو دارین، اینجا کوچ خودتون رو دارین، اینجا کامیونیتی دارین که حتی اگه کوچ و منتورتون تو اون لحظه در دسترستون نباشه، مثلا ممکنه یکی از اون سر دنیا باشه، کوچ و منتورش اصلا این سر دنیا مثلا دارم میگم، مثلا خواب باشن، اصلا بیدار نباشن که بخوان جواب شما رو بدن. مثال دارم میگم. بچهای دیگه هستن، کسای دیگه هستن، کسانی که شما میشناسیشون، هر هفته توی زوم ها میبینیشون، همه رو میشناسید، و حتی کسایی که ممکنه نشناسید به شما جواب میدن مشکلی که هست. مثلا بچه‌ها این اپلیکیشن مثلا چجوری اپلیکیشن سراغ داریم، مثلا به فرض مثال این کار منو راه بندازه، من اینجا گیر کردم، این چجوری باید مثلا به فرض مثال نصبش کنم، اینجا باید چجوری اندازه، این چه مثلا خصوصیت، چه هر سوالی، هر مشکلی، هر چی که باشه، عزیزان غیر از کوچ و منتوری که هر شخص خودش میتونه تو این سیستم داشته باشه، هستن که کمکش کنن. و اصلا وقتی مثلا دارم میگم که رنگ کاپ میکنه چقدر همه خوشحال میشن، همه اصلا رگباری همینطوری دارن تبریک بهش میگن. واقعا اصلا حسیه که حس قشنگی که اصلا ما تو این کامیونیتی داریم میبینیم، مخصوصا تو این کامیونیتی ایرانی های خارج از ایران که معمولا ما این همبستگی و کار نزدیک و هم کمک به هم معمولا این کامیته نداریم، ما معمولا نداریم.
ولی در این کامیونیتی ما فوق العاده ما حالا اینترنشنال ما بین‌المللی هستیم و تمام کشورها تمام حتی غیر از ایران و افغانستان که حالا تحریم هستن متاسفانه این امکان وجود نداره که از اونجا بتونیم حالا عزیزانو بهشون معرفی بکنیم بیزنس و وارد این بیزنس بشن، ولی تمام کشورهای دیگه دنیا میتونن راحت در این بیزنس فعالیت کنن و این قابلیت داشته باشن که تمام این امکانات و امتیازات استفاده بکنن. حالا یه چیز دیگه ای که هست، شما هیچ بیزنسی رو پیدا نمی‌کنید. من هم یکی یکی داره یادم میفته ولی میگم خیلی موارد زیاد داشته وقتم نشه. من یادداشت میکنم. آره هیچ بیزنسی رو شما پیدا نمی‌کنید که تمام درآمدتون از محصول باشه، بعد هیچ نیازی نداشته باشید که محصول رو بخواید بفروشید خودتون. بخواید کسی معرفیش کنید. بخواید انبارش کنید، نگهداری کنید ازش. چون مثلا من این مشکل انبارداری داشتم. انباره خود آمازون بود ولی خب بالاخره بعد هزینه من میدادم بابتش. چیزی هم که اصلا باعث شد من اصلا کلا جمع کنم اون محصول رو، اینا هزینه‌های انبارداری بود که ماهیانه واسه من صورت حساب میفرستاد آمازون، اینا رو بعدم پرداخت کنم. یکی از چقدر عجیب میدادین شما تا به درآمد برسید. برای اینکه جلوی ضرر رو بگیری شما مجبوری تو بالاخره قطع کنید دیگه. میگه اصلا یعنی تمام اون زحمت رو دیگه وقتی که گذاشتید همش هدر میره در واقع. همش هدر میره. بله میگم اصلا اینجا نیازی نیستش. اینجا اصلا نیازی نیست شما بخواید اصلا بیافتید. به فرض مثال خیلی ازم میدونم بیزنس های دیگه هستش مثلا میگن آقا دنبال آدما راه میافتن، نه حالا محصولات بهداشتی آرایشی خیلی حالا ازم میدونن خودشون. حالا من اسمی برن بیشتر تو سیستمای ام ال ام اینجوریه که محصول خودشون باید بخرن توی انبار خونهشون یا مثلا پارکینگ خونهشون نگهداری کنن. حالا اینا بگذاریم همش باید دنبال یکی باشن به این دوست فامیل آشنا پروموت کنن، هیدشون بدن، دنبال فرد باشن. ببینید یه حس اصلا خوبی به آدم نمیده. ما به هیچ عنوان ما در سیستم خودمون در این بیزنس شگفت انگیز به هیچ عنوان چیزی رو به کسی اصلا معرفی نمی‌کنیم. ما هیچ محصولی رو به کسی معرفی نمی‌کنیم. ما بیزنس خودمون معرفی می‌کنیم، دنبال افراد ما نمیافتیم. ما توی پلتفرم‌های سوشال مدیا این بیزنس رو معرفی می‌کنیم به شکل کاملا حرفه‌ای. هر عزیزی که در کل دنیا از هر جای دنیا دوست داشته باشه با این سیستم آشنا بشه، از قابلیتاش خبردار بشه و بخواد وارد این سیستم بشه، خودشون به ما مراجعه میکنن. ما دنبال هیچ کس راه نمیافتیم. این یکی دیگه بزرگترین حسناییه که این بیزنس داره. میگم حالا موارد خیلی زیاده ولی خب چیزی که هستش میگم این قابلیت‌ها چیزای دیگه هم هست. حالا میگم چون خیلی طولانی نشه این لایو ما، من همین چیزا رو ولی عزیزان واقعا بدونن اگر میخوان حالا به تمام قابلیت‌ها و امکاناتی که این بیزنس در اختیارشون میذاره بخوان آگاه بشن، اطلاع بهشون رسیده بشه، حتما حالا با شما تماس بگیرن و اطلاعات بگیرن، ما کانکشن برقرار کنن که ما در خدمتشون هستیم. امیدواریم که به زودی همینجا ببینیمشون.